پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون روز 7 آگوست سال 2023 در فرماندهی سرریاست قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. تقریبا همه معاونان فرمانده قشون‌های مرزبانی را عوض کرد، از جمله با فرمان‌های پرزیدنت با دلیل یکسانی با سبب به کار دیگر گذاشتن رجب زاده نسیم جان خولمراد از وظیفه معاون یکم فرمانده و سردار سرستاد قشون‌های سرحدی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خوشوقت کشورشاه سلطان از وظیفه معاون فرمانده قشون‌های سرحدی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و پیرکزاده حکمت‌الله از وظیفه معاون فرمانده قشون‌های سرحدی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سردار ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت سوخت آزاد کرده شدند. به کدام وظیفه دیگر گذشتن نسیم جان رجب زاده و کشورشاه خوشوقت معلوم نیست، ولی حکمت‌الله پیرکزاده بلافاصله با یک فرمان دیگر پرزیدنت به جای نسیم جان رجب زاده معاون یکم فرمانده و سردار سرستاد قشون‌های سرحدی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. همچنین با فرمان‌های پرزیدنت از 7 آگوست شاولیزاده تاج‌الدین سعید به جای کشورشاه خوشوقت معاون فرمانده امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید به رزویدک و عمرزاده عمر سفر به جای پیرکزاده که به وظیفه بالاتر رفت معاون فرمانده قشون‌های سرحدی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سردار ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت سوخت تعیین کرده شدند. این تغییرات جدی کادری در فرماندهی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان در پی یک سلسله حادثه‌های پرسر و صدای تحقیر و لطکوب نو سربازان از جانب کهن سربازان و چند مورد مرگ‌های مرموز سربازان در قسم‌های نظامی نیروهای سرحدی صورت گرفت. همین طرح قشون‌های سرحدی تاجیکستان در پی مناقشه مسلحانه ماه سپتامبر سال 2022 در مرز با قرقیزستان که تلفات جانب تاجیکستان از تلفات جانب قرقیزستان به مراتب بیشتر شد، به دلیل‌های سطح آمادگی نیروهایش زیر آتش انتقادها قرار گرفته بود. اما معلوم نیست که این تغییرات کادری روز 7 آگوست به این قضیه‌ها تا کجا ربط دارد. امامعلی رحمون روز 7 آگوست در قصر ملت با کادرهای نو در ساختارهای قشون‌های مرزبانی تعیین شده ملاقات کرده، با در نظر داشت وضع پیچیده و مرکب و پیشگویی نشونده منطقه و جهان تاکید کرده است که حفظ سرحد دولتی باید طبق نظام و سندهای تامین کننده زمینه‌های حقوقی تامین گردیده و همه گونه قانون شکنی در سرحد باید برطرف کرده شود.